نسبت مرد 30 ساله ساکن نویای باباجان غفوروف پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده 12 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه با همراه ارکبای نامشخص برای پنهانی از عاقلخانه حوله استقامتی امکش مرد 51 ساله ساکن امین نویه 6 سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 40,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فیض‌آباد با عریضه مرد 47 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه شخصان نامعلوم برای پنهانی از داخل عاقلخانه حوله استقامتیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف مراجعت نموده است که 13 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه هنگام در کوچه زرنسار پایتخت قرار داشتنش مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه به یگان اساس او را دشنامه قبیل داده بارای آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت 9 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 1650 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.